یه دورری شیپردلی به یه خانواده پیلدار و ثروتمندی، اما میرش خیلی لیش بود. وقتی عروسی کردن و بردنش هیچ راضی نبید، میخواستست، زندگی خوبی نداشت، همس با میرس جری کشید. برگشت به خونه بوز چون خیلی شیربه و استعدادی گفت برو با میره بساز. میرس همو به توپی بزنه، ای دردت ریشه مریشه نتراشم، ای دردت میش برقاشم. یعنی مو پیلدارم مو ثروتمندم، گون نه دردم میشه نه دردم ریشه، همه به مای گون میره تو لیشه. نه دردم ریشه نه دردم میشه، وای مردم به مگون میره تو لیشه. وای